مولانا میگه بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم است، در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. یا یه جای دیگه میگه که اندر دل من درون و بیرون همه اوست. تا حالا به این فکر کردین که معنی دقیق این اشعار یعنی چی؟ و یا مثلا میگن جهان بازتاب باورهای ماست، جهان آینه بازتاب باورهای ماست. منظورشون چیه؟ منظور از این حرفا چیه؟ شنیدین میگن که خدا یعنی به خود آب. معنی این جمله یعنی چی؟ تا حالا به این موضوع فکر کردین؟ خدا کیه؟ خدا چیه؟ خدا کجاست؟ بچه‌ها این ویدیو خیلی جالبه، پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو همراه من باشید. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که سرشار از انرژی مثبت باشید. به کانال پر رمز و راز کلبه اسرار خیلی خوش اومدید. خب دوستان، همونطور که میدونید اینجا کانال کلبه اسراره و ما توی این کانال در مورد موضوعات مختلف جالب دنیا صحبت میکنیم و موضوع این ویدیو هم در مورد خداست. میخوایم در مورد این صحبت کنیم که میگن خدا یعنی به خدا یعنی چی؟ یا میگن اگه میخوای دنبال خدا بگردی خدا درونته، به درونت رجوع کن. یعنی چی خدا درون ماست؟ میخوایم در مورد این مسائل صحبت کنیم. یا مثلا میگن جهان آینه باورهای ماست. اصلا باور یعنی چی؟ البته من قبلا در مورد این که خدا کیه، کجاست و آیا خدا وجود داره یا نه قبلا یک ویدیو درست کردم که عکسشو میذارم براتون. حتما بعد از این ویدیو رو هم ببینید. ولی خب توی این ویدیو میخوایم از یک دید دیگه به خدا نگاه کنیم، این که خدا درون ماست یا بیرونه. پس پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو همراه من باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. در آخر ویدیو حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید. خیلی خب، حرف اضافه نمیزنیم، بریم سراغ ویدیو. در طول تاریخ هر فرهنگ و دین و مذهبی خدا رو یه جور طبق نظریه خودش تعریف کرده. مثلا در اوایل انسان‌های اولیه فکر می‌کردن که خدا خورشیده و خورشید رو می‌پرستیدن چون همه جا رو روشن می‌کرد. بعد گفتن نه، اشتباه می‌کردیم، خدا ماهه چون باعث جذر و مد میشه و همه جا رو خاموش می‌کنه. همینطور رفتیم جلو تا رسیدیم به خدایان مصری، خدایان رومی، به بت پرستان، کسانی که بت می‌پرستیدن، تا اینکه رسیدیم به ادیان. برتری که ادیان نسبت به بقیه فرهنگ‌ها و آیین‌ها داشتن این بود که میگفتن خدا خورشید یا ماه و ستاره و بت نیست، خدا واحده و یکیه و در آسمان هاست. و از اینجا به بعد بود که بشر به یکتا پرستی رسید و کم کم و رفته انسان ها از بت پرستی دست کشیدن و یکتا پرست شدن. ولی خب آیا این نظریه درسته؟ خدا فقط در آسمان هاست و اون بالا تو آسمون ها نشسته و داره ما رو نگاه میکنه؟ 100% خدا یک موجود یا یک جسم یا یک آدمیزادی چیزی نیست که مثلا توی آسمون اون بالا نشسته و داره ما رو نگاه میکنه. چون این تئوری یکم سطحی و همچی بچگانه است. ولی خب واقعا خدا کیه یا خدا چیه؟ ببینید دوستان، به طور کلی اگه بخوام بهتون بگم خدا همه چیزه. خدا یک انرژیه که همه چیز رو در بر گرفته. شما هر چیزی رو در این جهان اگه بشکافینش و برین داخلش، بعد از اتم و هسته به کوارک ها میرسین و بعد از کوارک ها به رشته های ارتعاشی میرسید که مدام در حال ارتعاش هستن و این یعنی همه چیز از انرژی و ارتعاشه و همه چیز از انرژی ساخته شده. برای درک بهتر انرژی، این که انرژی یعنی چی و انرژی چیه، پیشنهاد میکنم که حتما بعد از این ویدیو رو که قبلا ساخته بودم رو توی کانال ببینید. پس خدا یک انرژیه که همه چیز رو در بر گرفته و این به این معنیه که خدا همه چیزه. خدا مکانه، خدا زمانه، خدا ماده است، خدا نوره، خدا همه چیزه. یک انرژیه که همه چیز رو در بر گرفته. خب ولی حالا بیایم با هم دیگه این موضوع رو یکم با هم دیگه بازش کنیم و بشکافیمش. خب گفتیم خدا همه چیزه، پس یعنی میشه گفت به نوعی ما هم خداییم دیگه. بله دقیقا همینطوره، ما هممون خداییم ولی جزئی از خداییم. خدا کله و ما جزئیم، ما جزئی از کل هستیم. خدا همه چیزه و ما جزئی از این همه چیز هستیم.
در واقع ما تجلی خداییم، ما جزئیم، ما درگیر زمان و مکانیم، ولی خدا در بند زمان و مکان نیست، چون خودش زمانه و خودش هم مکانه و همه جا هست. همونطور هم که در اسلام اومده گفته شده خدا از روح خودش بر ما دمیده، پس ما جزئی از این کل هستیم. خدا نه فقط در ما، حتی در حیوانات، در طبیعت، در گیاهان و در همه چیز خودش رو متجلی و به نمایش گذاشته. حالا شاید بگید که پس شیطان چیه؟ شیاطین چی هن؟ دلیل این همه ظلم و ستم و تاریکی در دنیا چیه؟ ببینید دوستان، وقتی که میگیم خدا یعنی همه چیز، یعنی پس خدا قادر مطلقه دیگه. خدا همه چیزه، یک انرژیه که همه چیزو در بر گرفته. پس تاریکی و شیاطین هم جزئی از وجود خدا هستن. شیطان که خودش رو خلق نکرده، سیاهی و تاریکی خودش خود به خود به وجود نیومده. پس سیاهی و شیطان و تاریکی هم جزئی از وجود خدا هستن و خدا یک انرژیه که همه چیزو در بر گرفته. خدا هم انرژیه، خدا هم نور، هم تاریکی، هم روشنایی، هم سیاهی، هم عشق، هم نفرت. مثل علامت یینگ و یانگ. حالا به یینگ و یانگ توجه کردین؟ یینگ و یانگ نمایانگر جهان ماست و حالا ما انسان ها هم در وجودمون هم عشق داریم، هم نفرت، هم روشنی داریم، هم تاریکی، هم ظلم داریم، هم بخشش و مهربانی. چون ما انسان ها قدرت عقل و اختیار داریم، دست خودمونه که مهربان باشیم یا ظالم، عشق بورزیم یا نفرت. و دلیل این همه اتفاقات در جهان خود ما انسان ها هستیم. ما توی ذهنمون گیر کردیم، ما درگیر دنیای فیزیکی و مادیات شدیم، ما درگیر ترس، خشم، حرص و حسادت شدیم. ما وقتی که از ذهن عبور کنیم، وقتی که از اینها گذر کنیم و درس خودمون رو پاس کنیم، به خدا وصل میشیم، به خودمون وصل میشیم، به همون من برتر وصل میشیم. ما اینجا اومدیم تا زندگی رو تجربه کنیم و درس بگیریم و در نهایت به خودمون باز میگردیم، به خدا باز میگردیم. حالا یه چیز جالبی که در مورد اسلام هست اینه که تموم اینا توی قرآن اومده. مثلا توی قرآن اومده که خدا خدای آسمان ها و زمینه، و یا گفته که خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره و این یعنی خدا همه جا هست و درون توه. و یا مثلا بعضی جاها گفته که خدا در برابر مؤمنان مهربان و بخشنده است و در مقابل ظالمان هم برعکس بسیار سختگیر و خشمگینه و این یعنی خدا هم نوره و هم تاریکی، هم مهربانیه و هم ظلم. و این به خود ما انسان ها بستگی داره که اگر انسان خوبی باشیم طبیعت و کائنات خوبی رو به ما برمیگردونه و اگر ظالم باشیم همون بلا سر خودمون میاد. و یکی از دلایلی که من توی ویدیوی قبلی گفتم اسلام دین کامل و درستیه به خاطر اینه که قرآن و اسلام تأکید زیادی بر یگانگی و یکتاپرستی داره. به قول مولا صدرا که میگه خداوند بی نهایت است و لامکان و لازمان، اما به اندازه فهم تو کوچک می شود و به اندازه نیاز تو فرود می آید و همچنین به اندازه آرزو و ایمان تو بزرگ و گسترده می شود و به اندازه باور و ایمان تو کارگشا می شود. خداوند همه چیز است، خداوند همه کس است. خداوند همه چیز می شود همه کس را، به شرط اعتماد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح. بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف و همچنین زبانهایتان را از هر گفتار ناپاک و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار. حالا چنین کنید تا ببینید که چگونه خداوند بر سر سفره شما با کاسه خوراک و تکه نان می نشیند و بر بند تاب با کودکانتان تاب می خورد و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند و در دل تاریکی شب با شما آواز می خواند. مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود، که می روید و به شیطان پناه می برید؟ در عشق یافت نمی شود که به نفرت پناه می برید؟ در سلامت یافت نمی شود که به خلاف پناه می برید؟ قلبهایتان را از هر حقارت و کینه تهی کنید و با عظمت عشق پر کنید، زیرا که عشق چون عقاب است، بالا می پرد و دور، بی اعتنا به حقیران، اما کینه چون لاشخور و کرگس است، کوتاه می پرد و سنگین، جز مردار به هیچ چیز نمی اندیشد. برای عاشق نابترین شور است و زندگی و نشاط.
خب پس وقتی که میگن خدا یعنی به خدا، یعنی این که بابا جان خودتو بشناس، این که کی هستی، چی هستی. تو اشرف مخلوقاتی، تو جزئی از کل هستی. ما انسان ها جزئی از کل هستیم. حالا یه چیز دیگه هم که در مورد انسان هست اینه که انسان ها قدرت خلق دارن. ولی خب این به چه معنیه؟ تا حالا شده به یه چیزی فکر کنید یا یک موضوع رو مدام داخل ذهنتون تصویر سازی کنید؟ مثلا رویاها و آرزوهاتون و خواسته هاتون رو مدام داخل ذهنتون تصویر سازی کنید و بعد از مدتی دقیقاً همون اتفاق براتون بیفته و به خواستتون برسید. به این عمل قانون جذب میگن که متاسفانه بعضیا بهش اعتقاد ندارن. در واقع شما وقتی که مدام در فرکانس شادی و عشق باشید و در ذهنتون افکار و باورهای مثبت رو پرورش بدین، شما دارید انرژی مثبت رو به جهان و کائنات ارتعاش میکنید و کائنات هم از جنس همون انرژی به شما برمیگردونه. هر وقت روی درونت کار کنی، بیرونت هم زیبا میشه. و در واقع این شما هستید که زندگیتون رو با افکارها و باورهاتون میسازید و خلقش میکنید. یادتون نره که باور مهمترین چیز در جهانه. شما به هر چیزی که باور محکم داشته باشید همون رو خلق میکنید. اگه شما باور داشته باشید که دیگران میتونن شما رو چشم بزنن، 100% این اتفاق میفته و دیگران شما رو چشم میزنن. چرا؟ چون شما به این باور کردین. این فقط یک باوره. شما قدرت رو از خدا گرفتین دادین دست مردم، انگار مردم این قدرت رو دارن که شما رو چشم بزنن. ولی وقتی که شما به این باور داشته باشین که تنها قدرت مطلق فقط و فقط خداست، اول خدا بعدش هم قدرت دست خودتونه، دیگه کسی نمیتونه کوچکترین دخالتی در شما ایجاد کنه. شما وقتی که قدرت رو بدین دست دیگران، از خدا بگیرین بدین دست دیگران، خب دیگران میتونن همه کار تو زندگی شما بکنن. ولی وقتی قدرت رو بدین دست خدا، بگین فقط یک خداست و اون قادر مطلق رب العالمینه، وقتی این باور رو تو ذهنتون تشکیل بدین، دیگه هیچ کس، تمام مردم جهان هم اگه جمع بشن، کوچکترین ضرری نمیتونن به شما بزنن. و این دست خودتونه که به چی باور دارین. همه چیز اینجاست. باورتون چیه؟ چی رو باور کردین؟ باور کردین که مردم میتونن چشمتون بزنن، خب این اتفاق میفته. ولی اگه باور این داشته باشی که قدرت فقط دست خداست و کوچکترین اتفاقی به اذن خدا نمیفته و قدرت مطلق خداست، اول خدا بعد خودتون، دیگه هیچ اتفاقی تو زندگیتون نمیفته و کسی کوچکترین ضرری نمیتونه به شما بزنه. شنیدین میگن که از هر چی بترسی سرت میاد؟ این دقیقاً همون قدرت ذهنه. شما به هر چی باور داشته باشین همون اتفاق میفته. شما باید سعی کنید کنترل ذهن و افکار و باورهاتون رو دست خودتون بگیرید. اینکه چی میبینید، چی میشنوید، چی نگاه میکنید. شما باید افکار و ذهنتون رو کنترل کنید. همه چیز دست خودتونه. به همین راحتی دست خودتونه که به چی باور دارید و به چی باور ندارید. شما باید قدرت رو بدین دست خدا و بعدش هم دست خودتون باشه، نه دیگران. دیگران هیچ قدرتی در زندگی شما ندارن وقتی که شما خدا رو قدرت مطلق بدونید. یعنی یک باوری داشته باشید که خدا همه کار است. توی ویدیوی قبلی من در مورد اسلام گفتم و یکی از خوبی‌های اسلام هم همینه که گفته آقا جون خدا واحده و قدرت مطلق همه چیزه. توی اسلام خدا 99 تا اسم داره. در مورد این صحبت میکنه، در مورد این صحبت میکنه که خدا قادر مطلقه، خدا قهار، خدا وهاب، خدا رحمان، رحیم، جبار، وهاب، فتاح. اینا اسمهای خداست و اسلام به این تاکید داره که خدا واحده و قادر مطلقه و یکی از خوبی‌های اسلام به نظر من همینه. در واقع شما وقتی که دارید نماز میخونید دارید روح و بدن خودتون رو آروم میکنید. برای خدا نماز نمیخونید، همش برای خودتونه. اگه شکرگزاری میکنید بازم به نفع خودتونه. اگه به دیگران کمک میکنید دارید به خودتون کمک میکنید. اگه دارید ظلم میکنید و یا از خودتون مراقبت نمیکنید بازم به ضرر خودتونه. پس هر کاری که شما توی این دنیا انجام میدین همش برای خودتونه. حالا شاید منظور مولانا رو فهمیده باشید که میگه بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم است، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. میگه بابا جان هر چی میخوای خودتی، در درونته. هر چی که بیرون تجربه میکنی اول توی ذهنت، توی افکارت بهش فکر کردی، به وجودش آوردی، اول توی ذهنت خلقش کردی و بیرون تجربه کردی.
هر چی که بیرون تجربه کردی اول اینجا اتفاق افتاده و خدا هم دقیقاً همین کار رو داره میکنه. میدونید که یک تئوری هست، البته تئوریه، یک تئوری هست که میگه جهان ما داریم داخل فکر خدا، داخل ذهن خدا داریم زندگی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی خدا داره ما رو تصور میکنه، خدا داره ما رو فکر میکنه و ما فکر و افکار خداوند هستیم. و واقعا اینم یک تئوری خیلی جالبیه. شاید درک این موضوع یکم سخت باشه، ولی خب اونایی که در مورد انرژی و خداشناسی اینا بیشتر میدونن میفهمن که من چی میگم. و یک چیز خیلی جالب، دانشمندان کشف کردن که فضای داخل اتم 99.999% خالیه، یعنی هیچی نیست. چون ببینید همه چیز از انرژی دیگه، همه چیز از اتمه و دانشمندان کشف کردن که فضای داخل اتم 99.9 تا 9 بعدش درصد فضای اتم خالیه، هیچی نیست. یعنی جهان به این بزرگی ما حتی 1/1000% هم نیست. تا حالا بهش فکر کردین؟ خیلی جالبه، خیلی عجیبه. و اینجاست که مولانا میگه اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، گر این پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. حالا بیایم از یک دید دیگه به این قضیه نگاه کنیم. یک تئوری دیگه هم هست که میگه ما داریم در درون خدا زندگی میکنیم، همه چیز در درون همه و اگه به اطرافمون نگاه کنیم میبینیم که ما خیلی شبیه طبیعتیم. جهان ما خیلی شبیه ماست، ما خیلی شبیه به کائناتیم. به این عکسایی که الان براتون میذارم خوب دقت کنید، ببینید ما چقدر شبیه به جهانی هستیم که داریم داخلش زندگی میکنیم. مثلا ممکنه کره زمین یک اتمی باشه داخل این جهان بزرگ که ما داریم داخلش زندگی میکنیم. خیلی جالبه. حالا میخوام یه چیزی بهتون بگم که شاید باورش براتون سخت باشه. این ویدیو لحظه برخورد اسپرم به تخمکه و این ویدیو هم لحظه شروع بیگ بنگه. ولی خب این یعنی چی؟ معلومه این یعنی شروع یک زندگی. حالا این زندگی یا جهان هستی مدام در حال گسترشه، مثل ما انسان ها که مدام در حال زیاد شدنی. حالا یه چیز جالب دیگه که بخوام بهتون بگم اینه که دانشمندان میگن که در اوایل کره زمین آب نداشته و آب کره زمین توسط یک شهاب سنگ وارد زمین شده. یعنی یک شهاب سنگی که حاوی مقدار زیادی آب بوده وارد زمین شده و زمین رو آب فرا گرفته و به همین واسطه زمین شکوفا و سرسبز شده و زندگی داخلش شکل گرفته. خب حالا یکم فکر کنید، اگه شهاب سنگ رو اسپرم در نظر بگیریم، کره زمین هم میشه همون تخمک و واسه همینه که در فرهنگ‌های باستانی قدیمی کره زمین رو مادر میدونستن و برای همین میگن که زمین مادره. همچنین که اسمش هم زنونه است و بهش میگن دنیا. وقتی اسپرم میخوره به تخمک یک زندگی ایجاد میشه، دقیقاً مثل برخورد شهاب سنگ به زمین. میدونم که درک این موضوعات شاید یکم سخت باشه و با خودتون بگید که این چرت و پرتا چیه میگی، ولی خب این چیزایی که واقعا در اطراف ما وجود دارن و دارن روز به روز بیشتر و بیشتر میشن. داریم چیزای بیشتری کشف میکنیم. ما هنوز هیچی از جهان نمیدونیم، هیچی از دنیا نمیدونیم. اصلا هدف خلقت همینه. هدف خلقت فقط و فقط تکامل، این که تو ببینی، یاد بگیری، بیاندیشی، فکر کنی، بیاموزی. هدف خلقت همینه، تکامل، گسترشه. شما اگه فکر کنید دارید میبینید که روز به روز جهان داره بزرگتر و پیشرفته تر میشه، مدرن تر بشه. روز به روز جهان داریم چیزای بیشتری داریم کشف میکنیم، داریم یاد میگیریم. اصلا هدف خلقت فقط و فقط تکامل، این که تکامل پیدا کنیم. من در مورد انرژی، وجود خدا، جهانهای موازی و خیلی موضوعات جالب دیگه قبلا ویدیو زیاد درست کردم و پیشنهاد میکنم که برای درک بهتر این موضوعات حتما ویدیوهای کانال رو ببینید.
خب پس فهمیدیم که همه چیز انرژیه و ما هم یک انرژی هستیم که قدرت خلق داریم و میتونیم توسط باورهامون، توسط تصویرسازی، توسط ذهنمون اتفاقات زندگیمون رو رقم بزنیم. پس ما خالق زندگی خودمون هستیم. درسته، ولی خب چه کار کنیم که زندگیمون روز به روز بهتر بشه، روز به روز چیزای بهتری رو تجربه کنیم و آینده بهتری داشته باشیم و همیشه حالمون خوب باشه. این موضوع ویدیوی بعدیه و توی ویدیوی بعدی میخوایم در این مورد صحبت کنیم. پس پیشنهاد میکنم حتما منتظر ویدیوی بعدی باشید. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودین. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید. لایک و کامنت و ساب هم یادتون نره و مثل همیشه آخر ویدیوها آرزو میکنم که هیچ کشور دین و مذهبی در دنیا وجود نداشته باشه. کشورمون زمین، دینمون یکتاپرستی و مذهبمون انسانیت باشه. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.